ساکنان ناحیه تیمورمالک امروزها کشت و کاری بهاری را وسعت بخشیده با جمع‌آوری سبزیجات بروقتی از زمین‌های نزد حولیگی برابر تامین طلبات عائله همچنین در فراوانی بازار سهم می‌گذارند. همکارانمان در این موضوع از ناحیه تیمورمالک گزارش می‌دهند. در ناحیه تیمورمالک ولایت ختلون وابسته به شرایط اقلیم اکثریت ساکنان در ساحه کشاورزی فعالیت کرده در سمت غله‌کاری، باغداری و چارواداری و زراعتکاری بیشتر توجه ظاهر نموده زمین‌های کرم آبی و للمی و چراگاه‌ها را مقصدناک استفاده می‌برند. طبق دورنمای کشت زراعت‌ها تا به امروز در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه در میدان 10082 گکتار گندم، 1036 گکتار جو، 231 گکتار سبزیجات، 132 گکتار کارتوشکا، 251 گکتار بیاگی‌ها و دیگر زراعت‌های تکنیکی را در میدان 930 گکتار براه ماندند. ساکنان ناحیه تیمورمالک به خاطر تامین طلبات روزگار و بازار محلی با محصولات گوناگون بخصوص سبزیجات به مانند کارتوشکا، پیاز، سبزی، سرپیاز و لوبیاگی‌ها برابر میدان‌های وسیع خواجگی‌های دهقانی اینچنین از زمین‌های نزد حولیگی نیز برداشت خوب می‌نمایند. ساکنان جماعت دیهات تنوبچی ثمرانه استفاده بردن هر یک وجب زمین کار کرده آنها از زمین‌های نزد حولیگی خود هر سال کارتوشکا، پیاز، سرپیاز دیگر نمود سبزیجات را کش کرده برای زندگی خود استفاده می‌برند و زیادتیش را برده در بازارها سودا میکنند. در جماعت دهات تنوبچی ناحیه طور مشاهده گردید امروزها اهل زحمت به جمع‌آوری اکثر سبزیجات بروقتی از قده‌های نزد حولیگی مشغول بوده این عامل را باعث اساس تامین احتیاجات روزگارشان می‌حسابند. در این شب روز کشاورزان ناحیه تیمورمالک تردد بیشتر داشته عزم دارند که طبق سپارش‌های رهبریت عالی کشور جهت ثمراناک استفاده بردن هر پارچه زمین‌های کارم و از آن رویانیدن زیاده سه حاصل کارهای صحرایی را وسعت بخشیده طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه کشت زراعت‌های نیاز اول را بیشتر می‌نمایند. اینچنین با جمع‌آوری نمودن حاصل سبزیجات بروقتی در کشت تکراری بیشتر محصولات لوبیاگی‌ها را به نقشه گرفتند. زمینای نزد حولیگیمون هیچ وقت خالی نمی‌گذاریم. اینا کارتوشکا کوریدیم، پیاز، سرپیاز بعدی کارتوشکا که چیندیم در جایش سبزی می‌کوریم، تر می‌کوریم، جای پیازودا، پامیدور، بالگاری چیزی که با خودمون فایده نکنه ای بازار نمیخریم. امروزها با تشبث مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی از حساب متخصصان ساحه گروهی مخصوص کاری فعالیت کرده میان کشاورزان و خواجگیداران بخصوص ساکنان بابت استفاده ثمراناک زمین‌های نزد حولیگی کارهای فهماندهی می‌گذرانند. با اطلاع بخش کشاورزی معرکه کشت اساسی و بهاری زراعت‌ها در ناحیه تیمورمالک ادامه داشته کشاورزان جهت سری وقت و با نظرداشت طلبات بازار انجام دادن این کشت از همه امکانات‌های موجوده استفاده می نمایند. خدایدادی رجب، اسکندر سعید، ناحیه تیمورمالک، اخبار.